سلام، تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که برای استنلیا ماگتون هولدر کریستالی ببافید که هم استنلیاتون رو خوشگل‌تر کنید، همین که بتونید با استفاده از این استایلتون رو متفاوت کنید. این ویدیو برای افرادی ضبط میشه که هیچ پیش زمینه‌ای از مروارید بافی ندارن و برای اولین بار میخوان مروارید بافی کنن، پس خیالتون از کامل بودن و با جزئیات بودنش راحت باشه. قبل از اینکه بریم سراغ بافت این هولدر ماگ، خواستم بهت بگم که من مرضیه باغچنی ام، مربی مروارید بافی، 6 ساله که تخصصی دارم مروارید بافی میکنم و این اولین ویدیو کانال یوتیوبمونه. امیدوارم که دوستش داشته باشی، حمایتش کنی، کانالمون رو سابسکرایب کنی که من انرژی بگیرم و آموزش‌های بیشتری برات بذارم. پس بریم برای بافتش. برای بافت این هولدر ماگ از تراشه پلاستیکی شماره 8 و یه سری یراقالات استفاده میکنم مثل زنجیر، یه جفت حلقه بالشونده، یک جفت مدبر، یه دونه یراق تزئینی پایه‌دار و یه زنگوله یا هر آویز تزئینی که دوست داشتید. نخی که برای بافت استفاده میکنم نخ ماهی یا نخ نامرئی شماره 16 که 1.5 متر از این نخ رو جدا میکنم. 1.5 متر یعنی اینکه 2 تا دستمو تا جایی که میتونم باز کنم و نخ رو دقیقاً از همون نقطه برش بزنم. این اندازه نه خیلی بلند نه خیلی کوتاه، به این شکل. برای شروع داخل نخم 4 تا کریستال میندازم. حالا 4 رومی رو اینجا تو دستم نگه میدارم، سر دیگه نخ رو با دست دیگه میگیرم و اون رو از بالا از داخل این کریستال رد میکنم به طوری که جهت نخای من مخالف همدیگه باشه و یک ضرب در ایجاد بشه. ببین یه سر نخ از این طرف خارج شده، یه سر دیگه نخ از طرف دیگه و یه ضرب در ایجاد شده. حالا 2 سر نخ رو اینجوری کنار همدیگه میگیرم و این مهره رو میکشم بیاد پایین. اولین خونه 4 تایی به همین راحتی بافته شد. حالا داخل هر کدوم از نخ‌ها یه دونه مهره میندازم، یکی داخل این نخ و یکی داخل نخ دیگه. به این شکل. و حالا با یه مهره دیگه مشترک میبافم. مشترک یعنی چی؟ یعنی اینکه این نخ رو از این جهت وارد مهره میکنم و نخ دیگه رو از جهت مخالف، به طوری که یک ضرب در ایجاد بشه. و حالا 2 سر نخ رو کنار هم دیگه میگیرم، مهره رو میکشم بیاد پایین. نخامو خوب میکشم که شل نشه و دومین خونه 4 تاییمونم بافته شد. دوباره همین کار رو تکرار میکنم، یعنی داخل هر نخ یه دونه مهره میندازم و با یه مهره دیگه مشترک میبافم. نخ‌ها در جهت مخالف ضرب در. حالا 2 تا نخ رو میگیرم میکشم. بازم این کار رو تکرار میکنم، یکی داخل این نخ، یکی داخل این نخ و یکی مشترک. حالا همین کار رو ادامه میدم تا یه نوار داشته باشم به اندازه دور ماگم. خب پس من این بافت رو ادامه میدم تا اندازش به اندازه دلخواهم، به اندازه دور ماگم برسه و بعد نتیجه رو بهتون نشون میدم. پس خیلی آسونه، یکی داخل این نخ، یکی داخل اون نخ، یکی مشترک. خب من بافت رو تا 20 خونه ادامه دادم.
به خاطر اینکه اندازه دور ماگ من همین 20 خونه کافیه. اینو به این شکل دور ماگ میگیرم. اندازه 1 خونه این وسط باید خالی باشه. اینو در نهایت وصل میکنیم و این خونه رو در نهایت میبافیم. پس دور تا دور ماگ میگیریم، به اندازه 1 خونه اینجا باید خالی بمونه. خب حالا هر زمان که دیدی اضافه نخت حدوداً به اندازه 1 وجب موند، وقتشه که اضافه نخ رو رد کنیم. برای رد کردن اضافه نخ به شکل مارپیچ این کار رو انجام میدم. هر دو تا نخ باید از داخل بافت رد بشه و من به شکل مارپیچ میام اضافه نخم رو رد میکنم. مثلا اول میخوام این نخ رو رد کنم. شروع میکنم به رد کردنش از داخل بافت. خوب میکشم فاصله ایجاد نشه. هر بار که نخ رو از هر مهره‌ای رد میکنم باید کشش دست داشته باشم که بافتم سفت بشه. خب تا همینجا کافیه. یه چند تا خونه که رد کردم دیگه اضافهش رو میتونم بچینم. حالا نوبت نخ دیگه است. نخ دیگر رو هم دقیقاً به همین شکل به شکل مارپیچ رد میکنم. بعضی جاها که نخ اینجوری کند میشه این شکلی سرش رو میچینم که راحت تر رد بشه. به این شکل. اینم چند تا خونه که رد کردم. حدوداً 6 خونه حداقل باید رد کنید که باز نشه. اضافهشو با نخچین میچینم. حالا خیلی میگن تو اینجا رو گره نزدی باز نمیشه. نه، این به هیچ وجه باز نمیشه. یعنی شما اینو هر چقدر بکشی این باز نمیشه. پس اصلا نیازی به گره نیست که توی کارمون هم بافت رو کثیف نشون میده. به همین راحتی ما یه نوار بافتیم. خب حالا اگر که بافت شما مثلا میگم از 20 خونه میخواستید بیشتر باشه، فقط کافیه که نخ جدید رو بیاید از اینجا وارد کنید و یکی داخل این نخ یکی داخل این نخ و با یکی مشترک ببافید و دوباره همین بافت رو ادامه بدید. باز خواستید میتونید اضافه نختون هم به همین شیوهی که گفتم رد کنید. اما اگر همین 20 خونه براتون کافیه و به اندازه دلخواهتون رسیدید، میریم سراغ بافت ردیف بعدی. برای بافت ردیف بعد میام نخمو از داخل این مهره که این بالا هست رد میکنم. دوباره 1.5 متر نخ رو جدا کردم و نخ رو از داخل این مهره رد میکنم. حالا اگر این داخل بافت باشه، اگر این بافت من باشه، این میشه به سمت خارج بافت. درسته؟ داخل نخی که به سمت خارج هست 3 تا مهره میندازم و سومی رو با نخ دیگه مشترک میبافم. به این شکل اولین خونه ردیف دوم بافته شد. اگر نخاتون جابجا شده 2 تا نخ رو این شکلی کنار هم دیگه قرار بدید و نخ رو بکشید که دقیقاً وسط قرار بگیره و 2 سر نختون هم اندازه بشه. خب حالا اینجا من 2 تا نخ دارم.
یه نخ که به سمت پایین بافته بهش میگم نخ پایین، یک نخ هم که به سمت بالاه بهش میگم نخ بالا. نخ پایین رو میام از مهره کناریش رد میکنم. به این شکل. و داخل نخ بالا 2 تا مهره میندازم. دومی مشترک. دوباره این کار رو تکرار میکنم. نخ پایین رو از مهره کناری یه دونه رد میکنم و داخل نخ بالا 2 تا مهره میندازم. دومی مشترک. بازم این کار رو تکرار میکنم. نخ پایین رو از مهره کناری رد میکنم داخل نخ بالا 2 تا مهره میندازم. به همین راحتی خونه های ردیف دوم هم بافته میشه. حالا این کار رو تا انتها انجام میدم. نخ پایین یکی رد میشه، داخل نخ بالا 2 تا انداخته میشه تا برسم به خونه آخر. چون تکراری خودم انجام میدم، به انتهای باف که رسیدم نتیجه رو بهتون نشون میدم. خب من به اینجا که رسیدم میخوام اضافه نخ رو رد کنم. میتونستم ادامه بدم ولی گفتم این آموزش کامل باشه. اگر یکی بافتش بلندتر بود بدون وسط کار که نخش تموم شد چجوری نخ رو رد کنه و نخ جدیدش رو اضافه کنه. برای رد کردن اضافه نخ دوباره دقیقا به شکل مارپیچ این کار رو انجام میدم. مثلا الان میخوام این نخ رو رد کنم. نکته ای که مهمه اینه که حتما کشش دست توی رد کردن اضافه نخ داشته باشید. محکم و سریع نخ رو بکشید این شکلی. ببین یک بار محکم و سریع نخم رو میکشم. خب این کافیه. این تعداد که رد کردم کافیه دیگه. اضافه نخم رو میچینم. حالا میرم سراغ رد کردن نخ بعدی. دوباره به شکل مارپیچ. کافیه. یه اضافه نخم رو میچینم. بس دیدید اگر زمانی وسط بافت نختون تموم شد به همین راحتی به شکل مارپیچ میتونی اضافه نخت رو رد کنی. بریم برای اضافه کردن نخ جدید. دوباره 1.5 متر رو جدا میکنم و میام دقیقا از همون جایی که بودم نخ جدید رو وارد میکنم. یعنی از این مهره و مهره پایینیش. پس از این 2 تا مهره نخ جدید رو رد میکنم. به این شکل 2 تا نخ رو هم اندازه میکنم که کوتاه و بلند نباشه. حالا دوباره بافت قدیم رو تکرار میکنم. یعنی
داخل نخ بالا 2 تا مهره میندازم، دومی مشترک. به این شکل. بازم این کار رو انجام میدم. نخ پایین رو از مهره پایینی یه دونه رد میکنم، داخل نخ بالا 2 تا مهره میندازم و دومی مشترک. خب حالا رسیدم به خونه آخر. خونه آخر یه نکته داره. نخ پایین رو از مهره پایینی که یه دونه رد کردم، فرقش اینه که به جای اینکه بیام تو نخ بالا مهره رو بندازم، میام تو همین نخ پایین که الان رد کردم 2 تا مهرم رو اینجا میندازم و حالا دومی رو مشترک میبافم. این کار باعث میشه نخم دور بزنه و بیاد این بالا قرار بگیره. یعنی الان نخ باید از این مهره بالایی خارج شده باشه. پس هر زمان من به خونه آخر رسیدم باید این کار رو انجام بدم. خب حالا میخوام ردیف سوم رو شروع کنم. برای شروع ردیف سوم دوباره 2 تا نخ دارم. اون نخی که به سمت خارج بافت هست، داخل این نخ 3 تا مهره رو میندازم و سومی رو مشترک میبافم. به همین راحتی اولین خونه ردیف سوم بافته شد. خب حالا بافتای وسط همش تکراریه. نخ پایین رو از مهره پایینی یه دونه رد میکنم، داخل نخ بالا 2 تا مهره میندازم، دومی مشترک و این کار رو تکرار میکنم. نخ پایین رو یه دونه رد میکنم، داخل نخ بالا 2 تا مهره میندازم. خب این کار رو تا انتها انجام میدم و بعد هم اضافه نخم رو رد میکنم. خب اضافه نخم رو رد کردم و الان یک صفحه 3x20 دارم که میخوام 2 سر این صفحه رو به هم دیگه وصل کنم. برای اتصال یه نخ جدا میکنم حدوداً 1 متر و نخم رو میام از داخل این مهره‌ای که اینجا هست رد میکنم. حالا داخل همین نخی که الان رد کردم و به سمت بالاست یه دونه مهره میندازم و دوباره همین نخ رو که داخلش مهره انداختم از این طرف بافت دقیقاً همین مهره رد میکنم از بالا به پایین. جهتش مهمه. به این شکل. حالا 2 سر نخ رو که بکشم یه همچین شکلی دارم. به جهت نخ دقت کنید. این شکلی. حالا با یه دونه مهره مشترک میبافم. به همین راحتی اتصال اولین خونه انجام شد. حالا هر کدوم از نخ‌ها رو از مهره کنار خودش رد میکنم. این از این نخ و اینم از این. به این شکل و با یه مهره دیگه مشترک میبافم.
بازم این کار رو تکرار میکنم. هر نخ رو از مهره کنار خودش رد میکنم. به این شکل و حالا با یه دونه مهره مشترک میبافم. اینجوری. و حالا میام اضافه نخم رو داخل بافت رد میکنم. تا جایی که میتونم اضافه نخم رو رد میکنم، اضافه نخ رو میچینم. به این شکل در میاد. خب حالا میام یه نخ جدید بر میدارم و نخم رو از یکی از این مهرهایی که بالا هست رد میکنم. داخل هر کدوم از نخها یه دونه مهره میندازم، یکی داخل این نخ و یکی هم داخل این نخ و با یه مهره دیگه مشترک میبافم. این شکلی. دوباره همین کار تکرار میکنم. با یه مهره مشترک میبافم. به این شکل. خب داخل هر نخ دوباره یه دونه مهره میندازم و این دفعه میام این مهره رو مشترک میگیرم. ببین از پایین که میشماریم دقیقا در همین راستا مهره دومی و این نخ رو به این جهت از داخلش رد میکنم، نخ دیگر رو به این جهت. خوب میکشم فضای خالی نداشته باشم. به این شکل یه حلقه اینجا ایجاد میشه که من میتونم یراقم رو به اینجا وصل کنم. خب حالا اضافه نخ رو از داخل بافت رد میکنم. خب اضافه نخ رو که رد کردم دقیقا همین حلقه‌ای که اینجا ایجاد کردم و بعد بیام دقیقا این طرف هم ایجاد کنم. این سفر این شکلی از وسط تا میزنم که خونه این طرفی پیدا بشه. اگر تعدادتون زوج باشه خیلی عالیه، یعنی دقیقا این خونه روبروی این خونه ایجاد میشه. اما اگر مثل مال من فرد باشه و کلا 21 خونه باشه، یا باید بیای این خونه رو انتخاب کنی یا این خونه و کاملا قرینه در نمیاد. ولی خب برای اندازه ماگ من همین 21 خونه رو بعد انجام میدادم. دوباره نخم رو از داخل این مهره رد میکنم، یکی داخل این نخ، یکی داخل این نخ و یکی مشترک. دقیقا همین کاری که برای این طرف انجام دادم رو برای این طرف هم انجام میدم. خب این طرف رو هم که بافتم به این شکل در میاد. حالا میخوام این حلقه های بال شونده رو بندازم داخل این حلقه هایی که بافتم. به این شکل. بریم سراغ اتصال یراق تزیینی. یراقی که من دارم از این یراقای پایه داره، 2 تا پایه پشتش داره. این پایه ها رو این شکلی با دستم خم میکنم و اینو فشار میدم. وقتی این کار رو انجام میدم اینجا برای من 2 تا حفره ایجاد میشه که من میتونم نخم رو از داخل این حفره ها رد کنم و مثل یه دکمه میتونم اینو بدوزم روی کار. خب برای این کار من اول از همه باید وسط بافت رو پیدا کنم. اون طرفی که تعدادش فرده انتخاب میکنم و از هر دو طرف میشمارم. 1 2 3 4. خونه پنجم خونه که بین 2 تا انگشت من قرار گرفته، یعنی دقیقا اینجا وسط کاره. حالا وسط کار میشه دقیقا این نقطه. من باید روی این نقطه، یعنی این خونه 4 تایی که این وسط قرار داره، اتصال یراقم رو انجام بدم. خب
یه نخ جدا میکنم حدوداً نیم متر و از داخل مثلا حفره این طرفی نخ رو رد میکنم. این قرار اینجا قرار بگیره. من میام چی کار میکنم؟ میام هر دو تا نخ رو از داخل این مهره‌ای که بالا هست رد میکنم. روی این خونه چهارتایی از این مهره‌ای که اینجا هست نخ رو رد میکنم. این نخ به این جهت و نخ دیگه در جهت مخالفش رد میشه. این شکلی. حالا دوتا نخ رو که بکشم این گل میاد سر جاش قرار میگیره. به این شکل. خب حالا من یه طرفش رو وصل کردم. اینجا باید دیگه اضافه این نخم رو داخل باف رد کنم. یه نخ دیگه جدا میکنم برای طرف دیگهش و میام دوباره نخ رو از داخل این حفره‌ای که تو یراق هست رد میکنم و بعد هر دو تا نخ رو از این مهره زیری یکی به این جهت یکی به جهت دیگه رد میکنم. و نخ دوم در جهت مخالف. به این شکل. الان یراق من کاملا دیگه متصل شد. فقط کافیه این 4 تا نخی که دارم رو اضافه هاش رو رد کنم که دیگه فیکس بشه و در نیاد. خب اضافه نخم رو رد میکنم و بعد نتیجه رو بهتون نشون میدم. بریم برای بافت بندش. برای بافت بند از این مدبرا نیاز دارم و یه نخ 1.5 متری جدا میکنم. داخل نخم به ترتیب یه دونه مهره، یه دونه مدبر و یه دونه مهره میندازم به این شکل. حالا با یه دونه مهره دیگه مشترک میبافم. این شکلی. حالا از اینجا به بعد میخوام بافت 4 تایی ساده رو انجام بدم. داخل هر کدوم از نخا یه دونه مهره میندازم، یکی داخل این نخ، یکی داخل این نخ و با یه دونه مهره مشترک میبافم. به این شکل. دوباره این کار رو تکرار میکنم. داخل هر کدوم از نخا یه دونه مهره میندازم این شکلی و بعد با یه مهره دیگه مشترک میبافم. حالا این کار رو بعد اونقدر ادامه بدم تا بندم بلند بشه و به اندازه دلخواهم برسه. حدوداً با متر اگر اندازه گرفتید 115 سانت اندازه مناسبیه برای بند. بازم هر طور که خودتون دوست داشتید. پس من اینو ادامه میدم. به اندازه دلخواهم رسید نتیجه رو بهتون نشون میدم. رد کردن اضافه نخشم گفتم الان بهتون بگم دقیقاً شبیه به قبل انجام میشه. اضافه نخو به شکل مارپیچ داخل بافت رد میکنیم. خب بافت رو که به اندازه دلخواهم رسید حالا میخوام آخرش رو تموم کنم. برای بافت خونه آخر داخل یکی از نخها یه دونه مهره، بعدش مدبر و یه دونه مهره میندازم و این یه دونه مهره آخر رو مشترک میبافم به این شکل. حالا اضافه این نخم رو رد میکنم. این نخ رو هم میبرم از داخل مدبر، بعدش از داخل این مهره و بعد از این رد میکنم و بعد اضافه نخم رو شبیه به قبل به شکل مارپیچ
تا جایی که میتونم داخل بافت رد میکنم. این میشه بند. خب من این بند رو تا 100 خونه ادامه دادم. اندازه‌ای که مناسب من بود 100 خونه است. حالا میتونید رو دوشتون به شکل یک طرفه بندازید و ببینید که چند اندازه‌ای برای شما مناسب و چند اندازه‌ای بیشتر دوست دارید باشه. این از این که میبینید یه مقدار مواد شده، این درست میشه. یعنی از یه جایی که آویزونش کنم یه چند ساعتی بمونه درست میشه. میتونید با دستتون هم شکلی یکم بکشید که حالت بگیره، چون نخای ماهی حالت میگیرن و اگر یکم استفادهش کنید خودش صاف میشه. از این بابت نگران نباشید. خب اتصال یراق به همین راحتی انجام شد. حالا دیگه وقتشه که ماگو بذاریم داخلش. ماگ من از این ماگای پلاستیکی و یه بار مصرفه، ولی خب اگر ماگی باشه که همیشه بشه استفادهش کرد خیلی بهتره. ماگ رو این شکلی میذاریم داخل به این شکل و اینجا ما یه زنجیر داشتیم که میایم این زنجیر رو میندازیم داخل حلقه بازشوندمون. به این شکل و میتونیم حتی اگه آویز تزیینی چیزی داریم بهش وصل کنیم. من اینو میندازم توی مدبرم. این تو مدبر باشه، بعد مدبر رو وصل میکنم به حلقه بازشو. به این شکل درشم ببندیم. به همین خوشگلی که میبینید در میاد. اینم از هولدر مای قشنگمون. امیدوارم که از بافتش لذت برده باشی و این هولدر رو توی استایلت استفاده کنی و کلی استایلتو خاص‌تر کنی. اگه به هنر مربای بافی علاقه مند شدی، دوست داری راجبش بیشتر بدونی، حتما پیج اینستامون رو دنبال کن.